اگه به موتورهای کاستوم شده به سبک کف ریسر علاقه داری ولی نمیخوای خیلی پاش هزینه کنی، ادامه ویدیو رو حتما ببین. موتورسیکلتی که مشاهده میکنید دوستان همون هوندا سی جی خودمونه، البته با حجم 200 سی سی. اولین کاری که واسه این موتور انجام دادیم لاستیک گلدرشت پهن واسه عقب و جلو انتخاب کردیم، پلاک بغل با خطر گرد روی پلاک، طراحی فول بلک برای کل دو شاخ جلو، انجین، گیربکس و تمام قطعاتی که نقره‌ای بود رو مشکی کردیم. اگزوز و منبع عوض شده، کله چراغ 7 اینچی با محافظ زنبوری روی چراغ نصب شده، فرمون و گریپ ها عوض شده، خطر عقب LED دو کنتاک که روی پلاک بغل نصب شده، گلگیر عقب کوتاه شده، جفت راهنماهای عقب و جلو تعویض شده، راهنمای LED نصب شده، صندلی 2 نفره لمس دوزی 2 خط به رنگ نسکافه‌ای واسه این موتور کار کردیم که همون چرم رو روی گریپ های موتور هم نصب کردیم. این موتور توی سندش مشکی ثبت شده و به همین علت ما مشکی سنبادی رت استایل روی باک و قابهای بغل اجرا کردیم و در آخر 1 کیلومتر مینیاتوری فوق‌العاده زیبا با LED یخی و دنده شمار فعال دیجیتال. حالا شما میتونید با یک هزینه خیلی کم یک موتور زیبا رو برونید.